بوده. بس که رو مخی بعد سلام خسته نباشید میگم برای تمام دوستان عزیزی که ما را از طریق کانال یوتیوب میبینن. سپاسگزارم از اینکه ما رو حمایت میکنید. دوستان ما برگشتیم با قسمت دوم از دوست پسر پرنیا خانم. میخوایم به شما آپلود بکنیم که واقعا خیلی جالبه. میخوام تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو حمایت میکنین. نه گفتن نمونه این تست خیانت دو تا جز از این 2 کلیپ دیگه هم داره. یعنی از اولش گفته بودیم که 2 باید تست بکنیم. یکی اون کسی که خودشو دوست داره و یک کسی هم که مادرش بهش معرفی کرده. حالا بریم تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید ببینید تا چه اتفاقی میفته. بیا به ما همراه باشید. سلام، برگشتیم با یه رو در روی دیگه. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. بچه‌ها ویدیو رو ببینین، اگر دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، کانالمون رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنین. امروز اومدیم رو در روی تستی که برای پرنیان جان انجام داده بودیم رو انجام بدیم و حالا بریم یه چند تا سوال ازش بپرسیم ببینیم چه حسی داره. مدل ما سر قراره به دوست پسرشون و بریم ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. پرنیان استرس داری؟ آره خیلی. من فقط میخوام بدونم که چی براش کم گذاشتم که همچین حرکتی زده. یعنی واقعا تو این یه سالی که با هم بودیم هیچی کم نذاشتم براش. فقط میخوام دلیلش رو بدونم. سعی کن ولی خودتو کنترل کنی. خیلی حتما. چون توی مکان عمومی هستیم سعی کن تا جایی که میتونی خودتو کنترل کنی. و حالا با این کاری که کرده فکر میکنی بتونی یه فرصت دوباره بهش بدی ببخشیش؟ فکر نکنم، چون که وقتی تو با یه سال با طرفی این که همچین حرکتی بزنه واقعا قابل بخشش نیست و من احساس میکنم که اصلا هیچ حسی نداشته به من تو این 1 سال خورده پس که ما با هم موضوع برات بودیم. تموم شده است. بله. اوکی، آماده ای رو در روی انجام بدیم؟ بریم ببینیم چی میشه. بیاید با ما. چقدرم گرم صحبتن. باشگاه بودی نه؟ باشگاه رفتنت این بود سره هر کرکرت کل پارتو برداشته. چیکار میکنی؟ ایشون خانم مدرن ما. شما الان داری با ایشون حرف میزنی؟ باشه من دارم راجع به کارم صحبت میکنم. چی میگی تو؟ الان اینجا چیکار میکنی الان تو؟ شما باشگاه یاره؟ بالاخره نبودم. 1 سال رابطه، 1 سال رابطه. بعد من باید الان تو رو اینجا ببینم موقعی که گفتی رفتی باشگاه. من الان با این خانم داشتم راجع به کار صحبت میکردم. خب راجع به کار صحبت کنی. کی راجع به کار؟ من راجع به کارت مشکل ندارم. دوبار قرار میذاریم یا اینجا هر کرکر که چی بشه؟ باشه من بهت گفتم نمیخواستم ببینمت. دوست نداشتم باشی. منو دوست نداشتی ببینی؟ چیکار کنم؟ بس که رو مخی. من رو مخم. اگه رو مخم چرا 1 سال و نیم رابطه رو ادامه دادی؟ چرا با من موندی پس؟ نمیدونم چی بگم. یعنی چی نمیدونم چی بگم؟ الان ببین جلوی این خانم من الان دارم کارم. الان چیه؟ الان اومدی اینجا خب داری چی میگی به من؟ من دوست دختر تو بودم 1 سال. من چی کم گذاشتم برای تو که تو با منو بپیچونی؟ حتی راجع به کارت هم نباید به من بگی. تو که میدونی همه چیز داستانه منو میدونی. من زندگیم رپ فلانه. من همه چیز زندگی من خب اگه دیگه به کسی نیست چرا دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ میتونستی من بگم اومدم قرار کاری گذاشتم. به خاطر همین اعصاب خوردیات که اعصاب منو خورد میکنی بهت هیچی رو نمیگم. خب یعنی چی؟ من که کاری نداشتم بهت. اگه میگفتی قرار کاری دارم. من چی کار دارم به تو؟ آره. یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم. تو باید به من دروغ بگی من بیام اینجا تو رو با این خانم ببینم؟ باشه و من با این خانم داشتم راجع به کار صحبت می‌کردم. معلومه چقدر داشتی راجع به کار صحبت می‌کردی. نه بابا راجع به کار صحبت می‌کنین اونجوری تو بغل هم اونجوری دارین حرف می‌زنین؟ ببین همینجوری که هستش. خب من این خانم اینجا شاهده. من داشتم راجع به کار صحبت می‌کردم. خب اگه همین یک هست بفرما. یعنی چی همین یک هست؟ این خانم با ما آقا و مدل ما هستن. شما تو تست بودی متاسفانه. باشه اصلا هیچ مشکلی نداره. حالا واسه ما کلا تست و اینا میذاری. آره ببین تو اگه من ببین سر اینا بهت میگم. سر این دیوونه بازیات بهت میگم. خیلی چیزا رو بهت نمیگم. من دیوونه بازی در میارم. ببین تو اگه آدم بودی من الان اینجا پا نمیشدم بیام تو رو ببینم که بعد اینجوری که بشینی لاس بزنی با طرف. باشه من اینجوریم. 1 سال با هم بودیم. زندگی هم منم دوستت داشتم ولی دیگه الان چند وقت داری اصلا رو مخ من بینی. خب بفرما راه باز جاده دراز.
من نمیدونم به چی بگم. نمیدونی چی بگی بفرما. الان این کارا چیه الان مثلا برای من آدم آوردی که به من میگی اینجوریه؟ خب همین دیگه، الان ریدی داری میگی که چه کاری آدم آوردی؟ ریدی نمیتونی حرف بزنی؟ بس اون ببین اعصابمو خورد نکن. من همینم اصلا من با 1000 نفر اعصابتو خورد کنم چی میشه؟ کارم اینه من 1000 نفر عین تو برام 1000 نفر هستن عین دختر. خب بفرما. باشه میرم، اصلا هیچ مشکلی نیستش. سیکتیر. نمیدونم چی بهت بگم. زندگی ما رو اعصابمون رو خورد کردی دیگه کلا. خب چرا نگفتی؟ من الان فقط بحثم اینه که چرا به من دروغ گفتی؟ بهت نگفتم چون که میدونستم میگی آقا کجا با کی فلانه بگم. خب من چی 1000 کارت تا سیمجی میکنی منو 1000 تا سیمجی میکنی. من هر جا میرم این ور اون ور میرم همه جا. نه دیگه اخلاقت اینه، اخلاقتو عوض کن. اخلاقتو عوض نکنی همینه. خواستی باشی نخواستی که هست. اخلاق من همینیه که هست. باشه پس تو الان گن زدی از منم طلبکاری؟ منم همینی که هستم. آره همینی که هستم. خب پس بفرما. من میزنم زندگیم همینه. من چی کم گذاشتم برای تو یه سال رابطه؟ خیلی چیزا کم گذاشتی. چی مثلا؟ خیلی چیزا که الان نمیخوام جلو دوستات بهت بگم. نه بگو. اصلا من مشکلی ندارم. نه خودت میدونی کاملا 0 تا 100 خودت میدونی. خب 0 تا 100 خودت میدونی. خب منم خودت بهت میدونی آدمی هستم تقریبا منو شناختی. خب آدمی هستم که دوست ندارم کسی بهم پیله باشه. خب میدونی اخلاقم اخلاق گویی دارم ولی دوست ندارم بهم پیله کنی. یعنی چی کسی به من پیله کنه؟ تو وقتی با من تو رابطه باید به من متعهد باشی یا نه؟ باشه ولی تو هم نباید منو محدود کنی که. من گفتم آقا کارم اینه 1000 جا من تو رو محدودت نکردم. تو به من دروغ گفتی. من چی کارت داشتم اگه می‌خواستی با دختر بری؟ تو گفتی برای کارمه. تو الان نه به جلو دوستات بگم تو نکه به ما دروغ نمیگی میری این ور اون ور. من زنگ میزنم کجایی فلانی میسا زنگ میزنم خونه کسی جواب نمیده. بی خیال بابا این صحبت‌ها رو پیش من نکن. من که میشناسم دیگه یه سال با هم زندگی کردیم دیگه. شب و روز پیش هم بودیم. این چیزا رو به من نگو. خودت هم دیدم نه که میگم اصلا تو به من دروغ نگفتی. من هیچ دروغی به تو نگفتم. تا حالا هر جا رفتم تو میدونستی من دارم کجا میرم با کی میرم. نه خیر من اولا که اون آدمی نیستم. خب 24 سوال بپرسم ازت کجا میری با کی. هر جایی دوست داری برو. خب اصلا خب من همچین آدمی نیستم. اگه من مثل تو هم تو هستی فکر میکنی مثلا من باید پیش خودت باشم یا ربات انگار خریدی. خب دارم میگم من به تو کاری نداشتم. میگفتی برای کار دارم میرم. اگه من با تو کاری داشتم اگه میگفتم نرو. مگه من تو این یه سال چیزی جز پیشرفت تو خواستم؟ اصلا حوصله این صحبت‌ها رو ندارم. خب نمیفهمم چی میگی. خب الان من اصلا درست کار نمیکنم. یه چیزی میگم ناراحت میشی. خب الان فعلا نه که الان مثلا خیلی خوشحالم میگی یه چیزی میگم ناراحت میشی. آجا همینی که هست. من همینم. خب زندگیم هم همینه. خودت هم میشناسی منو. خب من اینجوریم. می‌خواستی با من نباشی. خب من نمیخوام دیگه باهات باشم. باشه هیچ مشکلی نه. من برم همه جا برای من ریخته. خب اصلا براتون مهم نیست که رابطه یک سالتون به همین راحتی بخواد تموم بشه؟ چیکار کنم بابا؟ بدون هیچ توضیحی یعنی ولش کن بابا. اصلا این صحبت‌ها رو با من نکن. عجب. هر کاری که دلش میخواد بکنه. خب متاسفم پرنیان جان. خیلی ریاکشنشون ما رو سورپرایز کرد. یعنی اصلا انگار که خودش هم خیلی بعدش نمی اومد از این قضیه که تموم بشه رابطه. و اصلا خودتو ناراحت نکن. نه ناراحت که نیستم. بالاخره وقتی همچین حرکتی زده دیگه جایی نداره تو قلب من و خیلی راحت‌تر میتونم فراموشش کنم. آره اصلا ناراحتی نداره و حتما اتفاقات بهتری قراره که بعد بیفته که این اتفاق افتاده. بچه‌ها خیلی ممنونم که با ما بودین.